سمی‌ترین کامنت زیر ویدیو پارت 72. کیفول یه پسر واقعی باید این شکلی باشه. اینو فقط لجندا میفهمن. حالا بزن بریم سراغ کامنت ها. فریبا گفته اینم پوز داره، انقدر استفاده نشده پوسیده و جا انداخته. یکی بهش گفته حالا شما اگه انقدر ناراحتی سعی برو پیشش تا استفاده کنه. فریبا جوابشو داده، گفتم مادر جفته یکی هم برای خودت کنار گذاشته که اونم بهت زد و تموم شد. اوه دعوا ناموسی شد، ما دیگه دخالت نمی‌کنیم، از اینجا بیشتر پیش نمیری. سهند گفته ارباب حلقه ها. مریم گفته یه سامورایی همیشه شمشیرش باشه. معین بهش گفته سلام ژاپنی، شمشیر باشه، اینی که دیدی غلاف شمشیر بود عزیزم. یه سامورایی هیچ وقت از خونی شدن شمشیرش نمیترسه. اینا همه نکته داره ها، نکته زیرپوستی. یا مثلا چقدر با تجربه و لجند داریم. احتمالاً انقضاش گذشته، قبل از استفاده بادش کن. بعد بخون دزدی که این کیفو بزنه، قیافش بعد اینکه کیفو باز کنه دیدنیه.